میخوایم ببینیم این ریسه بادکنک چجوری درست شده و چطور میتونیم یکی از اینا رو برای جشن تولدمون دیزاین بکنیم. برای درست کردن این ریسه 5 متری شما احتیاج دارین که از هر رنگی که انتخاب میکنید 60 تا یا 70 تا بادکنک خرید بکنید. بادکنک ها رو 2 به 2 باد میکنید و اونها رو به هم دیگه گره میکنید. این نکته که باید توجه بکنید، من بادکنک هامو به صورت کوچیک و بزرگ دارم باد میکنم و تا انتها هم اونها رو باد نمی کنم، به خاطر اینکه هم دیزاین خیلی خوشگل‌تری بهم بدن، همین که این به هم ریختگی و نامنظمی رو توی ریسه بادکنکم داشته باشم. بعد از اینکه اونها رو 2 به 2 باد کردم میام و با هم دیگه میکسشون میکنم، یعنی از وسط اونها رو به صورت ضربدری جابجا میکنم تا یه شکل 4 تایی بگیره. و بعد از این کار شما باید توسط یه دونه نخ اولین گره رو به وسط بادکنکتون بزنید، برای اینکه بادکنک از انتهای نخ بیرون نره. و الباقی بادکنک ها رو کافیه که بذارین روی نخ و یک بار نخ رو دور یکی از اون بادکنک ها بتابونید تا بادکنک ها به نخ متصل بشه. این رو هم توجه بکنید که اگر روی همدیگه به صورت کامل نشینن، یک همچین فاصله‌ای بینشون میفته که زیاد هم جالب نیست و بعد شما فکر میکنید که باید بهش بادکنک اضافه بکنید، که به این شکل نیست. فقط کافیه یه مقداری جابجا بکنید تا بادکنک ها روی همدیگه بشینن. بعد از اینکه این کارو کردین، هر 3 تا یکی یه دونه بادکنک 2 تایی دور یه دونه از اون بادکنک ها به این شکل جابجا میکنید تا ریسه بادکنکتون پرحجم‌تر و قشنگ‌تر بشه. اگر فضایی مثل اینجا شما دارین که بهش میله پرده متصل شده، میتونید 2 تا نخ 1.5 متر بهش متصل بکنید که بشه پایه نگه دارنده بادکنکاتون. و بعد ریسه بادکنکتون رو میارین تنظیم میکنید روی دیوار و نخ‌ها رو بهش گره میزنید تا بیسته روی پایه خودش. برای خوشگل تر کردن این ریسه بادکنک فقط کافیه که چند تا بادکنک شفاف بهش اضافه بکنید. روش اصولی باد کردن و کشیدن این بادکنک‌های شفاف به این شکلی که شما با انتهای دستتون که بیشترین گوشت دست هست به این شکل اونها رو بکشین تا بتونید بهترین شکل بادکنک‌های شفاف رو به دست بیارین و اونها به صورت کامل و گرد باد بشن. و بعد فقط کافیه که بذارینشون روی تلمبه و بادشون بکنید. حالا نوبت چسب بادکنکه. یه پاف یا نهایتاً 2 پاف برای اینکه پولکاتون به دیوارهای بادکنک شفاف بچسبه کافیه. اگر علاقه‌مندین که پولکاتون به قسمت بالایی بچسبه، فقط کافیه که قسمت بالا رو آغشته به چسب کنید. بعد از اون شما باید یک بار بادکنک رو باد بکنید و توسط یک قیف پلاستیکی یا یک انبر کانفیتی که الان توی دست من هست یه فضایی رو برای عبور دادن پولک ها و رسوندن اونها به قسمت بالایی و چسبی بادکنک به وجود بیارین. و بعد از این میتونید هر چقدر که دوست داشتین پولک به بادکنکتون اضافه بکنید. برای گره زدن هم فقط کافیه که انتهای این بادکنک رو بکشین و چند بار بادکنک رو بتابونید و به صورت خیلی راحت با 2 انگشت گره خودتون رو بزنید. اینجوری به صورت تضمینی بهترین گره که میتونید به این بادکنک بزنید. و بعد از اون برای اینکه به جاهایی که دوست دارین وصل بکنید کافی که یه دونه نخ یا یه دونه بادکنک ماری به اون اضافه بکنید در انتها اونجایی که گره زدین و در محلی که دوست دارین بادکنک رو قرار بدین و نخ اون رو یک بار دور بادکنک ها بتابونید. به این شکل بادکنک های پولکدار بهش اضافه میشه. اگر از این کار خوشتون اومد و دوستش داشتین، پایین همین پست برای قلب بنفش بذارین و نظرتون رو راجع به این دیزاین برام بنویسین.